این به صورت برهنه شنا کنید. آلمانی‌ها بسیار عاشق نون هستند. یک واقعیت جالب در مورد آلمان اینه که بیش از 300 نوع نون توی این کشور وجود داره. بیش از 1200 نوع شیرینی، کیک و سایر محصولات پخته شده هم وجود دارن. اگه اهل غذا خوردن هستین و دوست دارین غذاهای فرهنگ‌های مختلف رو تجربه کنید، آلمان مکانی بی‌نظیر برای شماست که میتونید کمی از همه چیز رو امتحان کنید. آلمان‌ها هزاران بمب منفجر نشده دارن. این بمب‌ها از جنگ جهانی دوم باقی موندن. حتی بیش از 70 سال و بعد از جنگ جهانی دوم سالانه بیش از 2000 تن بمب منفجر نشده کشف میشه. قبل از اینکه شرکت‌های ساختمانی حفاری برای یک پروژه جدید رو آغاز کنن، متخصصان باید تایید کنن که زمین از هر گونه مهمات پاکه. کشف این بمب‌ها هم چیز کمی نیست. در سال 2013 بیش از 20000 نفر با کشف یک بمب 4000 پوندی در شهر دورتموند در غرب آلمان خونه و زندگی خودشون رو از دست دادن و آواره شدن. درسته که آلمان بعد از جنگ جهانی دوم در صلح به سر میبره، اما گروه بمب افکن اونها یکی از فعالترین گروه‌ها در جهانه. از اینها که بگذریم میرسیم به نوشیدنی ها. سن نوشیدن الکل توی آلمان 16 ساله. قطعاً هممون میدونیم که آبجو بخش عمده‌ای از فرهنگ و سبک زندگی توی آلمان امروزیه. این نوشیدنی انقدر رایجه که در سن 16 سالگی شهروندان مجاز به نوشیدن شراب و آبجو هستن. اونها باید تا 18 سالگی منتظر بمونن تا مشروبات الکلی دیگر رو هم بتونن تست کنن، اما شراب و آبجو کاملاً آزاده و مشکلی نداره. این در واقع در بین بسیاری از کشورهای اروپا رایجه. در اکثر نقاط آلمان آبجو صرفاً یک نوشیدنیه که باید ازش لذت برد، اما در باوارایی‌ها این یک روش زندگیه. در بایرن هر فرد به طور متوسط حدود 150 لیتر آبجو در سال می‌نوشه. باواریایی‌ها بیش از هر ایالت دیگه توی آلمان آبجو مصرف می‌کنن. در واقع تقریباً نیمی از کارخونه آبجوسازی در آلمان فقط در بایرنه. اگه بخوایم سری به آب و هوا و زیست محیط این کشور بزنیم، باید بگیم که 1/3 آلمان در جنگل‌ها پوشیده شده. آلمان با بیش از 11.4 میلیون هکتار جنگل پوشیده شده. این مقدار تقریباً 32% از زمین آلمانیه که درختان اون رو تشکیل میدن. در خصوص اسامی هم آلمان قوانین خاص خودشو داره. دولت آلمان این اجازه رو داره که نام‌های عجیب و غریب نوزادان رو رد کنه. توی آلمان جنسیت فرد کاملا باید مشخص باشه. با این حال آلمان اخیراً اولین کشور توی اروپا شد که به والدین این اجازه رو داد که در صورت داشتن ویژگی‌های هر دو جنس جنسیت رو در شناسنامه خالی بذارن. همونطور که گفته شد آلمان قوانین عجیب و غریب کم نداره. مثلا نشون دادن انگشت وسط به کسی توی آلمان کاملا غیر قانونیه. اگه شما این کار رو چه در محیط و در ملأ عام یا چه در ماشین خودتون انجام بدین، میتونن پلاک شما رو گزارش کنن و ممکنه که شما رو جریمه کنن. آلمانی‌ها انقدر توی قوانین عجیب و غریبن که حتی برای برف و پارو کردن اون هم قوانین دارن. مثلا موقع باریدن برف شدید هر شهروند ملزم به اینه که جلوی خونه خودش رو پارو کنه. حالا اگه این کار رو انجام ندین چی میشه؟ اگر جلوی در خونه خودتون رو پارو نکنید و شخصی در حال عبور از اونجا باشه و بخوره زمین، مقصر شمایین. در این صورت اون فرد امکان شکایت از شما رو داره و کاملا قانونیه که حقش رو از شما بگیره. شما چه حقایق دیگه‌ای رو راجع به کشور آلمان میدونید؟ نظرات خودتون رو حتما زیر این ویدیو واسمون